1 فنجان چای کنار خانواده. من نیره وطن دوست بریم که با هم این ژله های خوشمزه رو آماده کنیم. پودر شاه توت رو با 2 لیوان آب جوش مخلوط کرده و 1-2 قطره رنگ خوراکی قهوه‌ای اضافه می‌کنیم. نصف پودر ژله آلوورا رو با نصف لیوان آب جوش مخلوط می‌کنیم. ژله شاه توت رو داخل استکان می‌ریزیم. اگر رنگ ژله تیره بود از ژله آلوورا اضافه کرده، مخلوط کرده و دوباره داخل استکان می‌ریزیم و ژله ها رو داخل یخچال می‌ذاریم تا خودشون رو ببندن. برای تهیه قند، شیر، شکر و وانیل رو با هم مخلوط کرده روی شعله ملایم گاز میذاریم تا شکر داخل شیر حل بشه. پودر ژلاتین رو هم که بماری کردیم بعد از خاموش کردن گاز به مواد اضافه میکنیم. من از مواد کمی برداشتم، بهش زعفران دم کرده اضافه کردم و داخل قالب ریخته و داخل یخچال گذاشتم.